در تاریخ 10 مهر 403 ایران یک حمله موشکی گسترده به اسرائیل انجام داد. در این حمله ایران دست کم 180 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که برخی از آنها به خاک اسرائیل اصابت کرد. این حمله باعث به صدا درآمدن آژیرهای خطر در سراسر اسرائیل شد و دومین حمله ایران به اسرائیل در سال جاری بود. آمار تلفات جنگ ایران و اسرائیل چقدر بوده؟ تلفات جنگ بین ایران و اسرائیل به طور دقیق مشخص نیست، اما گزارش‌ها حاکی از تلفات سنگین در هر دو طرف است. به عنوان مثال در حملات اخیر بیش از 30,000 فلسطینی در غزه کشته شدند که بسیاری از آنها زنان و کودکان بودند. همچنین در حملات هوایی اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران در سوریه تعدادی از افسران بلندپایه سپاه کشته شدند. هزینه جنگ بین ایران و اسرائیل چقدر است؟ هزینه جنگ بین ایران و اسرائیل به عوامل مختلفی بستگی دارد و برآورد دقیق آن دشوار است. با این حال برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی این جنگ می‌تواند بسیار بالا باشد. به عنوان مثال هزینه جنگ غزه برای اسرائیل حدود 50 میلیارد دلار برآورد شده است. هزینه استفاده از موشک‌های پیشرفته می‌تواند بین 5 تا 12 میلیون دلار برای هر شلیک باشد. چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ دلایل حمله ایران به اسرائیل میتواند پیچیده و چند وجهی باشد. برخی از عوامل عبارتند از تنش‌های سیاسی و نظامی. روابط بین ایران و اسرائیل به دلیل مسائل سیاسی و نظامی همواره پرتنش بوده است. عامل دوم، حمایت از گروه‌های مقاومت. ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه مانند حزب الله و حماس حمایت می‌کند که با اسرائیل درگیر هستند. عامل سوم، پاسخ به اقدامات اسرائیل. ممکن است این حمله به عنوان پاسخی به اقدامات نظامی یا سیاسی اخیر اسرائیل در منطقه باشد. عامل چهارم، مسائل داخلی. گاهی اوقات دولت‌ها برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی به اقدامات نظامی خارجی دست می‌زنند. پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل چه اقداماتی توسط اسرائیل در منطقه صورت گرفته؟ بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل، اسرائیل نیز اقداماتی در منطقه انجام داد. برخی از این اقدامات را مورد بررسی قرار میدیم. اقدام اول، تقویت دفاعی. اسرائیل اقدامات حفاظتی در برخی از شهرها و مناطق را لغو کرد و دستورالعمل‌های جدیدی را برای مقابله با تهدیدات صادر کرد. اقدام دوم، حملات هوایی. اسرائیل حملات هوایی به مواضع گروه‌های مقاومت در لبنان و غزه انجام داد. اقدام سوم، تخلیه مناطق مرزی. اسرائیل ساکنان شهرک‌های مناطق هم‌مرز با لبنان را تخلیه کرد تا از خطرات احتمالی جلوگیری کند. پس از حمله دیشب این سوال برامون پیش میاد که اسرائیل چطور به حملات پاسخ میدهد؟ اسرائیل به حملات ایران با ترکیبی از اقدامات نظامی و دیپلماتیک پاسخ داده است. بعضی از این اقدامات را مورد بررسی قرار میدیم. اقدامات دیپلماتیک. اسرائیل تلاش کرده است تا حمایت بین المللی برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران را جلب کند و سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کند. آیا اسرائیل به ایران پاسخ خواهد داد؟ بله، اسرائیل اعلام کرده است که به حملات احتمالی ایران پاسخ خواهد داد. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگری تایید کرده که اسرائیل برای مقابله با هر گونه تجاوز نظامی از سوی ایران آماده است. همچنین رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز تایید کرده که به حملات سپاه پاسداران پاسخ خواهد داد. و در انتها سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان برای تماشای این مستند کوتاه در چنل موویکس تیوی. خوشحال میشیم برای حمایت کردن از ما چنل رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید.
به امید دنیایی بدون جنگ و خونریزی. زنده باد انسانیت.